به ما گفتن که فرمان ببرید و عقلتان را به کار نبرید. عقل داشتن از نظر سیاسی ممنوعه، عقل ممنوع بوده. عقل داشتن از نظر دینی ممنوع بوده. عقل داشتن از نظر اجتماعی ممنوع بوده و کفر شمرده می شده و مجازات می شده. به خاطر این است که برای ما این موضوعات یه تازگی خاصی داره، یک مقدار بیگانه است و باید به این بپردازیم. من شروع می کنم به خوندن کتاب قرائت قرآن غیر دینی، جلد 3 صفحه 159. از آنجا که میگه که بر این اساس تفکر مسلمانان معتزله آن دسته از آیاتی که در تضاد با اصل اساسی عدالت یا منطق خدا قرار گرفته را رد می‌کردند. این بزرگترین اتفاق تاریخ اسلام بوده در نوعیت خودش. در پاراگراف آخرش از اونجا شروع می‌کنم. ما گفتیم قبل از اینها یک گروه دیگری بودند، یک جنبش دیگری قبل از اینها وجود داشت که بعد از اینها هم ادامه پیدا کرد. اینها جمعیت‌های مسلمان معتقد به عقلانیت بودند، ولی با اونها یه تفاوت داشتند که من الان میگم. به اونها میگفتن اصحاب رأی، یعنی میگفتن ما به رأی خودمون، به تصمیم خودمون سرنوشت خودمون عوض میکنیم. اما اینجا را میخونم: اصحاب رأی پیش از معتزله و بعد از اونها البته وقتی به تضاد یک بین عقلانیت و منطق دینی و دو عقلانیت و منطق فلسفی میرسیدند، راه اول را برمیگزیدند و در نتیجه از غلاف دینی بیرون نیامده و پا فراتر نمی نهادند. در عوض جمعی از معتزله وقتی به تضاد بین وحی الهی و منطق بشری می رسیدند، یعنی یک کتابی یا آیه را می آوردن و این وحی الهیه، آره مسلمانم قرآن وحی الهیه، ولی در این حال منطقی نبود. وقتی به اینجا می رسیدند ولو با مرزبندی هایی که طبیعی دوله و شرایط آنان بود به منطق بشری تقدم قائل می شدند و لاجرم به رد هر وحی آسمانی و آیات قرآنی که خلاف عقل و منطق بشری بود فتوا می‌دادند. برمیگردیم به صفحه 160 ادامه‌اش رو می‌خونیم. این را، یعنی این کاری که اینها انجام دادند، باید به عنوان مهمترین اتفاق در تاریخ تحولات تفکرات اسلام ثبت کرد. چرا که از نظر آنان یک، منطق رکن اساسی خلقت به حساب می آمد، الهی فرض می شد و حتی به عنوان خصلت عارضی خدا بر خلقت قرآن به عنوان کلام الله تقدم داشت. خصلت عارضی یعنی چی؟ بعدا می خونیم. وقتی شما می گفتیم که خدا میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رحمان و رحیمه، اینها میگفتن منطقاً خدا نمیتونه رحمان رحیم نباشه. این خصلت عارضی خداست و میگفتن چون این خصلت عارضی خداست به این ترتیب بر قرآن که کلام خداست تقدم داره. از این رو بر این اساس دو آیات قرآن، بر از کتاب رو میخونم نظر اوناست، یعنی مقدسترین و مهمترین منبع دینی اسلام، جز با عبور از فیلتر عقل و منطق پذیرفته نمی شدند. این اتفاق نظر عقل گرایانه دیگر هرگز در جامعه مسلمانان پیش نیامد. یعنی 150 سالی طول کشید، تمام فیلسوفای فلاسفه اسلامی، تمام دانشمندان اسلامی هم در این زمان آمدن رفتند و بعداً شریعت سازان، آدم‌های مثل غزالی که گفتن هر کس ریاضیات را قبول بکنه دینش را از دست داده است، یک بار شریعت تمام تبعیت شرعی تمام جای اینها را گرفت، درها را بست، زبانها را بست و بعد از این تاریخ حدود 1000 سال نه فیلسوفی در جامعه مسلمانان به وجود آمد، نه تکنیکی ساز شد، نه تحولی ساز شد. خیلی جالبه. معتزلیان در برابر کسانی که به ازلی و در نتیجه ابدی بودن قرآن اعتقاد داشتند، قرآن را مخلوق و حتی فانی می‌دانستند. یک عده، این یه بحث طولانی که در جای دیگه هم هست، خواستم بعداً توضیح میدم این رو که بین اینا تفاوت چیه.
دیدیم که عقل و منطق ایجاب می‌کند که آیه‌ای که در زمان و به سبب اتفاقی از قبل نامعلوم لازم آمده و نازل شده، با گذشت آن لحظه تاریخی اعتبار اجرایی خود را از دست بدهد و به آیه تاریخ گذشته یا فائت به قول اینها، یعنی فوت شده و مرده تبدیل شود. این آیه ها حتی به عنوان آیه های ناسخ منسوخ هم معروفه. آیه هایی که در یک زمانی آمده در خود دوره محمدش یه آیه دیگه اومده اونو نسخ کرد، یعنی از بین برده و این را در حقیقت تاریخ اجرای اونها گذشته.